به نام خدا. خب اگه خاطرتون باشه ما جلسه گذشته راجع به در واقع یکی از مهمترین قضیه‌های آمار و احتمال صحبت کردیم تحت عنوان قضیه CLT یا حد مرکزی. قضیه CLT در واقع خیلی ساده‌شو اگه بخوایم بگیم این بود که اگر شما n تا متغیر تصادفی یا یک سمپل انتایی که اینها همه IID هستن، یعنی مستقلن، توزیع احتمالشون هم یکیه داشته باشیم، دیدیم که در واقع میانگین این نمونه یا سمپل مین توزیعش میشه توزیع نرمال با میانگین واقعی جامعه و واریانس سیگما 2 انوم که n سمپل سایز ما هست. که البته یه شرطی هم داشت قضیه CLT، میگفتش که واریانس این XI ها باید محدود باشه تا شما بتونید از قضیه CLT استفاده کنید. یعنی این سیگما 2 که اینجا میبینید نباید بی نهایت بشه. بعد از این ما رفتیم سراغ مبحث استیمیشن. توی استیمیشن گفتیم که به ما انتا یا یه سمپل انتایی از یک توزیع احتمالی داده میشه. اینا سمپل های IID هن و به ما گفته میشه که این سمپل ها مثلا از یه توزیع احتمال fxx با پارامتر تتا اومدن و چیزی که از ما خواسته میشه اینه که ما تتا رو تخمین بزنیم که معمولا تخمین پارامترمون رو با نماد تتا هت نشون میدیم. در واقع این تتا هت چیزی نیست جز یه تابعی روی این سمپل هایی که به ما دادن، چون ما جز این سمپل ها که چیزی نداریم، پس این تتا هت رو باید از اون سمپل ها به دست بیاریم. عملا تتا هت تابعی از این x1 تا xn خواهد بود. خب x1 تا xn که متغیر تصادفی هن، یه تابعی از اینها هم قاعدتا میشه یه متغیر تصادفی. بنابراین تتا هت عملا خودش یک متغیر تصادفیه. گفتیم که اگر در واقع expected تتا هت بشود خود تتا، اصطلاحا میگیم که این تخمینگر آن بایاسته یا ناوری، بی‌غرض هم بهش میگن. و گفتیم که اگر تخمینگر ما به ازای اینکه n به سمت بی‌نهایت بره، یعنی سمپل سایزمون به سمت بی‌نهایت بره، اگر خطای تتا هت نسبت به تتا به سمت صفر بره، ما اصطلاحا میگیم این تخمینگر پایداره. حالا این عبارتی که به صورت توصیفی گفتم به صورت ریاضیش این شکلی میشه که پروبابیلیتی این که فاصله تتا هت از تتای واقعی این در واقع بزرگتر از مثلا یه اپسیلونی بشود، این احتمال به سمت چی بره؟ صفر بره وقتی که لیمیت n به سمت بی نهایت میره. اگر این اتفاق بیفته ما اصطلاحا میگیم تتا هت یک تخمینگر پایداره یا کانسیستنت. این خلاصه ای بود از مباحثی که ما توی جلسه قبل داشتیم. البته یه چیز دیگه هم که جلسه قبل راجعش صحبت کردیم روش متد آف مومنت بود توی تخمین. روش متد آف مومنت این بود که میگفتش که اگر شما میخوای یه پارامتر تتایی رو تخمین بزنی، بیا مومنت های اون توزیع رو تخمین بزن. حالا ممکنه برای هر توزیع به چند تا مومنت نیاز داشته باشی. مثلا اگر فقط برای یه توزیع به مومنت 1 نیاز داری، شما بیا مومنت 1 رو تخمین بزن و از روی مومنت 1 بیا تتا رو محاسبه کن که چند نمونه مثالش رو جلسه قبل با هم دیدیم. اما توی این جلسه میخوایم یکی از مهمترین روش‌های تخمین پارامتر رو تحت عنوان ماکسیموم لایکلیهود خدمتتون معرفی کنیم. ماکسیموم لایکلیهود که به فارسی بهش بیشینه درست نمایی میگن،
معروف ترین روش تخمین پارامتره. اما چجوری عمل میکنه؟ اول من صورت مسئله رو یه بار بگم. صورت مسئله اینه، همون صورت مسئله تخمین پارامترمونه. یه سری سمپل آیایدی به ما داده میشه که به ما گفته میشه که این سمپل ها از یک توزیعی با پارامتر مثلا تتا اومده و از ما خواسته میشه که تتا رو تخمین بزنیم. ما اینجا چون تخمینگرمون تتا مکسیموم لایکلیهوده، با این نماد نشونش میدیم، تتا حت ML یعنی مکسیموم لایکلیهود. این رو ما میخوایم به دست بیاریم. کلا بچه‌ها توی در واقع ماشین لرنینگ بیشترین روشی که برای تخمین پارامترهای مدل استفاده میشه همین مکسیموم لایکلیهوده. یعنی مدل‌های معروفی که شما میشناسید مثلا چت جی پی تی یا هر چیز دیگه‌ای، اینها خیلیاشون از همین تخمینگر مکسیموم لایکلیهود استفاده میکنن. ما بیسش رو تو این درس میگیم ولی موارد پیچیده ترش هم همینه، تفاوت چندانی نداره. اما روش مکسیموم لایکلیهود چجوری عمل میکنه؟ روش مکسیموم لایکلیهود شهودش اینه، میگه که ببین شما چیزی که در اختیار داری این مجموعه داده است، اینو به شما دادن. میگه که اگر شما این مجموعه داده رو داری، پس احتمال رخ دادن این مجموعه داده زیاد بوده که تو الان اینو داری. اگر احتمال رخ دادن این کم بود، شما یه مجموعه داده دیگه ایو می‌داشتی، مثلا یه اعداد دیگه ایو می‌داشتی. خب پس احتمال این زیاد بوده که اینو داشتی، پس برو تتایی رو پیدا کن که احتمال همین مجموعه داده رو ماکسیموم کنه. این شهود مکسیموم لایکلیهوده. برید مثلا فرض کنید که من یه سری داده داشته باشم، مثلا این محور X باشه، این داده های من باشه. هر کدوم از این ضربدرهایی که زدم مثلا یه سمپله x1 تا xn هم رو محور اعداد حقیقی کشیدم. حالا فرض کنید من 3 تا گوسی به شما نشون بدم، مثلا این گوسی شماره 1، این گوسی شماره 2، اینم گوسی شماره 3. این 3 تا گوسی فرض کنید واریانساشون عین همه، فقط میانگیناشون با هم فرق داره. این اولی مثلا میانگینش هست میو1، دومی هست میو2 و سومی هست میو3. اگر من از شما بپرسم که به نظرتون کدوم یکی از این گوسی‌ها درستن، شما کدوم انتخاب میکنی؟ دومیه رو دیگه، وسطیه، آبیه. ببین عملا شما تو ذهنتون الان مکسیموم لایکلیهود زدید. چرا؟ چون شما اومدید گفتید که احتمال اینکه این داده ها، اینایی که ضربدرهایی که زدم، توسط اون وسطیه به وجود اومده باشن بیشتره. ببینید توزیع گوسی از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت هست. خب منتها یعنی این داده ها میتونن توسط اون گوسی قرمزه تولید شده باشن، حتی میتونن توسط اون گوسی سبزم جنریت شده باشن، ولی احتمالش خیلی کمه. و قاعدتا ما اگر بخوایم منطقی تصمیم بگیریم اون گوسی وسطیه رو انتخاب میکنیم، چون احتمال رخ دادن اون داده ها توسط اون گوسی بیشتره. پس تتا حت مکسیموم لایکلیهود اینجوری عمل میکنه. اگر من این مجموعه داده‌ای که بهم دادن، این رو من اسمشو بذارم مثلا D، یعنی دیتا ست همه، این مجموعه داده D رو به من داده باشن، تتا حت مکسیموم لایکلیهود اینجوریه. میگه برو آرگ مکس پی دی رو روی تتا پیدا کن. حالا من این نوتیشن رو توضیح میدم که چیه. ببینید آرگ مکس رو قبلا دیدین نوتیشنش رو. ببینید وقتی که من یه تابعی داشته باشم، مثلا فرض کنید یه تابع اینجوری،
این تابع f(x). وقتی که می نویسیم مکس f(x) مکسیموم رو x، یعنی برو نقطه بیشینه f(x) رو پیدا کن. در واقع میشه این نقطه. این نقطه میشه مکس f(x). مکسیموم رو x هم نشون میدن. حالا اگه به شما بگن آرگ مکس f(x) رو برو پیدا کن، یعنی برو ببین کجا f(x) مکسیموم میشه. پس مکسیموم f(x) میشه خود نقطه ماکسیموم، آرگش میشه اینکه کجا این مکسیموم میشه. بنابراین آرگ مکس اینجا میشه. این میشه آرگ مکس روی x f(x). بفهم. چرا؟ مود از جنس آرگ مکسه. خب البته ببینید مود در واقع میخوام بگم تتاحت مکسیموم لایکلیهود از جنس مود نیستا، چون که تو مود شما روی متغیر تصادفی میری مکسیموم میکنی، اینجا ما روی پارامتر داریم مکسیموم میکنیم، یعنی اون متغیری که داریم روش مکسیموم میکنیم فرق داره. خب پس آرگ مکس تعریفش این میشه که کجا این مکسیموم میشه. پس این چیزی که اینجا نوشتم چی داره میگه؟ میگه ببین این دیتا ستی که بهت دادن، این دی که بهت دادن، تو برو تتایی رو پیدا کن که این احتمال مکسیموم بشه. یعنی به ازای چه تتایی این پروبابیلیتی مکسیموم میشه. خلاصه در واقع مکسیموم لایکلیهود همین عبارتیه که اینجا نوشتم. سوالی هست اینجا؟ بسیار خوب. اما بیایید یه خورده این عبارت رو بازش کنی. بفهم. چی نشده؟ چرا؟ یه دیتا ست داده شده دیگه. احتمال همون رو مکسیموم میکنیم. الان رابطه‌شو باز میکنم ببینید چه جوری میشه. خب پس ببینید یه مجموعه داده‌ای به ما داده شده x1 تا xn. اینو به من دادن، همین یه دونه رم دارم، همین یه سمپل رو دارم و میخوام پی دی رو مکسیمایز کنم، یعنی تتاحت مکسیموم لایکلیهود میشود آرگ مکس روی تتا پی دی. احتمال دی رو میخوام مکسیموم کنم. خب ببینید در واقع این میشه دیگه، میشه آرگ مکس تتا به جای پی دی، به جای دی در واقع میذارم x1 تا xn. دی چیزی نیست جز x1 تا xn دیگه. خب داده هم آی هن. اون پروبابیلیتی x1 تا xn رو چجوری میتونم بنویسم؟ میتونم به صورت ضربشون بنویسم. میتونم بنویسم پی x1 ضرب در پی x2 تا پی xn و اگه بخوام یه خورده خلاصه تر بنویسم، یعنی نوتیشنمو کوچیک‌تر کنم، میتونم بنویسم حاصل ضرب آی از 1 تا n پی xi. خب ببینید پی xi یعنی توزیع احتمال x دیگه، که این خودش تابعی از تتا بود. اینو گفتم بهتون میدن، مثلا میگن میدونیم که داده ها از چه توزیع احتمالی اومده. این تابعی از تتاست، حاصل ضربشون هم تابعی از تتا میشه، اون رو میایم روی تتا مکسیمایز میکنیم. منتها بچه‌ها نگاه کنید، ما چون اینجا با یه مسئله بهینه‌سازی مواجهیم دیگه، میخوایم روی تتا این عبارت رو میخوایم مکسیمایز کنیم، یعنی قاعدتا باید از این نسبت به تتا مشتق بگیریم، مساوی 0 بذاریم. مشتق ضرب سخته دیگه. مثلا شما بخواید انتا عبارتی که تو هم ضرب شده رو مشتقش رو بگیری، هی میشه مشتق اولی تو بقیه، مشتق بقیه توی اولی، دوباره خود اون بقیه خودش ضربه. این خیلی سخت میکنه. بنابراین خیلی وقتا میان پشت این پی دی یه لگاریتم میذارن که این حاصل ضربه تبدیل بشه به حاصل جمع.
بنابراین تتا حت مکسیموم لایکلیهود شما این رو بیشتر میبینید، لوگاریتم پی دی که قاعدتا همون روابطی که بالا نوشتم و اگر لوگاریتم روش تاثیر بدید، لوگاریتم که مینویسم بچه‌ها منظورم همون lnه، این میشود آرگ مکس روی تتا یه لوگاریتم اگه پشت این پروداکت بذارید، لوگاریتم که میره داخل پروداکت تبدیل میشه به سامیشن آی از 1 تا n لوگاریتم پی اکس آی. به اصطلاحاً به این پی دی یعنی احتمال اون دیتایی که دیدید، به این میگن لایکلیهود. مثلا لایکلیهود یعنی احتمال دیگه، مکسیموم لایکلیهود پس اسمش از اینجا اومده، میگه احتمال اون دیتا سته یا لایکلیهود اون دیتا سته رو مکسیمایز کن. حالا اگر یه لوگاریتم پشتش بذارید اصطلاحاً بهش میگن لوگ لایکلیهود. پس به کل این میگن لوگ لایکلیهود، به خود پی دی میگن لایکلیهود. که این لایکلیهود تابعی از تتاست، یعنی اینو گفتیم بهش میگن لایکلیهود، معمولا با در واقع نوتیشن ال تتا نشونش میدن، لایکلیهود رو با ال تتا نشون میدن. لایکلیهود رو یعنی این عبارت رو با ال تتا نشونش میدن، لوگ لایکلیهود رو. خب بیایم حالا توی چند تا مثال ببینیم که مکسیموم لایکلیهود رو چجوری میشه زد. اول بریم سراغ ساده ترین توزیع احتمالمون، توزیع برنولی. n تا نمونه به من دادن، x1 تا xn، هر کدوم از این x1 تا xn ها یا 0 یا 1، چون توزیع برنولی. و در واقع توزیع احتمالی که به من دادن fx، بهتره به جای f بنویسم p چون توزیعم گسسته است. px اگر پارامترش رو با تتا نشون بدم در واقع هست تتا به توان x یک منهای تتا به توان یک منهای x که x یا 0 یا 1. این رابطه توزیع برنولیه. خب حالا من میخوام پارامتر تتا رو به دست بیارم. در واقع از من خواسته شده که تتا حت مکسیموم لایکلیهود رو به دست بیارم. خب من میدونم که پارامتر تتای توزیع برنولی همون میانگینشه یا همون احتمال موفقیته. بنابراین حدسی که میشه زد اینه که تتا حت مکسیموم لایکلیهود چی بشه همون سامپل مین دیگه، چون تتا همون میانگینه. خب حالا بیایم حساب کنیم ببینیم این اتفاق میفته یا نه. خب دیدیم که تتا حت مکسیموم لایکلیهود هست آرگ مکس روی تتا لوگاریتم پی دی، این هم که دیه، لوگاریتم پی دی. لوگاریتم پی دی چی میشه؟ لوگاریتم پی دی در واقع میشه لوگاریتم پی x1 تا xn با توجه به اینکه اینها آیایدی ان از هم مستقلن، این میشه لوگاریتم پی x1 ضرب داره همینجوری تا پی xn. این حاصل ضربه لوگاریتم که روش تاثیر کنه به صورت حاصل جمع در میاد، میشه حاصل جمع آی از 1 تا n لوگاریتم پی اکس اکس آی. خب حالا پی اکس اکس آی رو به من دادن دیگه، همین عبارت بالاست. اینو جایگذاری میکنید، همون عبارت بالا رو کافیه به جای اکسش اکس آی بذارید، میشود حاصل جمع آی از 1 تا n لوگاریتم تتا به توان اکس آی یک منهای تتا به توان یک منهای اکس آی. کل این داخل لوگاریتمه. خب این می شود حاصل جمع آی از 1 تا n
اگر لگاریتم بگیریم می شود xi لگاریتم تتا به علاوه 1 منهای xi لگاریتم 1 منهای تتا، کل این داخل سامیشن. الان این عبارت، کل این عبارت همون لاگ لاکلیهودمه، این همون ال تتاست. درست هم هست دیگه، میبینید تابعی از تتا شده. اون ایکس آی ها اونا عددن، جایگذاری میکنید. یه سمپلی بالاخره به شما دادن دیگه، مقادیرشو دادن. مثلا شما یه سکه رو n بار انداختید، 0 و 1 هاشو دارید، اون 0 و 1 ها رو جای این ایکس آی ها جایگذاری میکنید، یه عبارتی میشه که فقط توش تتا داره. خب الان من میخوام لوگ لایکلیهود رو مکسیموم کنم. چیکار باید بکنم؟ مشتق بگیرم نسبت به تتا. دقیقاً. پس میام میگم مشتق لاگ لایکلیهود تتا نسبت به تتا مساوی میشه. مشتق که از توی این سامیشن رد میشه، یعنی آی از 1 تا n که سر جاش. مشتق ترم اول چی میشه؟ xi به روی تتا. مشتق ترم دوم میشه منفی 1 منهای xi تقسیم بر 1 منهای تتا. اینو باید مساوی 0 قرار بدم. مشتق گرفتم، مساوی 0 قرار دادم. خب که اگر این رو حلش کنی، این که تتایه که از این سامیشنه میاد بیرون، کل این داخل سامیشن. ترم اول میشه 1 تتاوم سامیشن آی از 1 تا n xi منهای این سامیشنش دوباره 1 منهای تتا میاد بیرون، داخل سامیشن میمونه 1 منهای xi. سامیشن 1 چی میشه؟ میشه n. میشه n منهای سامیشن آی از 1 تا n xi. اینو باید مساوی 0 قرار بدم. دیگه خودتون ساده سازیاشو انجام بدید. تتاحت مکسیموم لایکلیهود، یعنی وقتی مساوی 0 قرار میدید تتا رو از این معادله حساب میکنی، میشود 1 انوم حاصل جمع آی از 1 تا n xi. و این همون حدسی بود که از اولم میزدیم. پارامتر توزیع احتمال برنولی میانگینشه، پس شاید بهترین تخمینگر خود سمپل مین باشه، ولی مکسیموم لایکلیهود هم زدیم، به همین رسید. خب بریم سراغ یه مثال دیگه. یه توزیع احتمالی به من دادن به اسم توزیع احتمال ویبول که یه پارامتر بیشتر نداره، اونم پارامتر سیه. این سی همینجا ظاهر شده، همینجا. و از من میخواد که پارامتر سی رو مکسیموم لایکلیهودش رو به دست بیارم، یعنی صیحت مکسیموم لایکلیهود رو میخواد من به دست بیارم. چیزی که به من دادن چیه؟ یه سری سمپل آیایدی از این توزیع احتماله، یعنی به من یه دیتا ستی دادن شامل n تا داده آیایدی. خب دوباره همون فرآیند رو تکرار میکنیم. میگیم که صیحت مکسیموم لایکلیهود در واقع هست آرگ مکس روی سی لگاریتم پی دی. اینو باید مکسیمایز کنیم. فقط ببینید بچه‌ها، اینجا توزیع احتمال هم یه توزیع احتمال پیوسته است. خب یعنی بذارید اینو بازش کنیم. دوباره اینجا همون شرایط این که داده ها مستقلن، حاصل ضربشون میشه، اینا رو اگه جایگذاری کنید، قاعدتا من باید اینو حل کنم. آرگ مکس روی سی حاصل جمع آی از 1 تا n لگاریتم fx xi. من باید اینو حل کنم. کاری نکردم، به جای d نوشتم x1 تا xn، چون از هم مستقل بودن. اون p x1 تا xn میشه حاصل ضرب احتمال تک تکشون. لگاریتمو که تاثیر دادم، اون حاصل ضرب شد حاصل جمع لگاریتما.
ببینید در واقع ما توی ماکسیموم لایکلیهود زمانی که متغیر تصادفیمون پیوسته است در واقع نمیایم احتمال رو مکسیمایز کنیم. یعنی این پی دی دیگه از جنس احتمال نیست، از جنس پی دی افه. یعنی ما تو حالت ماکسیموم لایکلیهود وقتی پیوسته ایم دنسیتی رو مکسیمایز میکنیم نه خود احتمال. اون شکلی هم که اول جلسه نشون دادم 3 تا گوسی کشیدم، شما در واقع دنسیتی رو مکسیمایز کردید. یعنی دیدید که دنسیتی بود دیگه، من دنسیتی توزیع نرمال رو کشیدم، دیدید که کدوم دنسیتی بهتره. خب بفهم. آره دیگه، ببین وقتی که در واقع اون متغیر تصادفیتون پیوسته باشه احتمال اون دیتا ست واقعا صفره. یعنی اگر دوباره سمپل بگیرید احتمالش صفره که همین سمپل ها به دست بیاد. مثلا اگر اینا دمای اتاق باشن، اینکه شما دوباره n بار مثلا دمای این اتاق رو اندازه بگیری و دقیقاً همین اعداد به دست بیاد احتمالش صفر. در همین کلا ما تو حالت پیوسته با دنسیتی در واقع احتمال کار میکنیم نه خود احتمال. خب جایگذاری کنید دیگه، به جای در واقع fxi همین رابطه بالا رو بذارید، به جای xش xi بذارید. بنابراین این میشود arg max روی c حاصل جمع i از 1 تا n لگاریتم c xi e به توان منهای c x2 دوم xi دوم. اینو جایگذاری میکنیم. که این قاعدتا مساوی میشود با arg max روی c حاصل جمع i از 1 تا n میشود لگاریتم c به علاوه لگاریتم xi منهای c xi به توان 2 دوم. کل این داخل حاصل جمعه. خب این الان لاگ لایکلیهودمه. کل این عبارت این همون لاگ لایکلیهود سیه. اینجا پارامترم سیه. از این باید نسبت به سی مشتق بگیرم مساوی 0 قرار بدم. این کارو میکنم. دی لاگ لایکلیهود سی نسبت به سی این مساوی میشه با سامیشن که سر جاشه. لگاریتم سی مشتقش میشه 1 سیوم. لگاریتم xi مشتقش میشه چند؟ 0 دیگه. x سی نداره توش. این آخری هم مشتقش میشه چی؟ xi به توان 2 دوم. اینو باید مساوی 0 قرار بدید. از اینجا c به دست میاد. یه سامیشن xi به توان 2 دارید. چون این و 1 سیومه معکوس میشه 2 n. آره دیگه ببینید سامیشن 1 سیوم وقتی که یه سام n تایی دارید میشه n سیوم دیگه. ایشون 1 سیوم میاد بیرون میشه سامیشن 1. اینجا میشه مخرج i از 1 تا n xi به توان 2. این میشود در واقع تخمینگر ماکسیموم لایکلیهود برای C. تو همین مثال مثلا فرض کنید که نمونه‌ای که به شما دادن این باشه. این x1 تا xnیه که به من دادن از همین توزیع ویبول. خب اگر بخوام c رو تخمین بزنم کافیه تو اون فرمول قرار بدم 2 ضرب در n من اینجا 6 تقسیم بر مجموع مجذور اینهایی که به من دادن. اینا رو هم تو مخرج میذاریم و تخمین ما مثلا میشه 4800. خب سوالی هست تا اینجا؟ بفهم. ببین بالاخره یه جا باید احتمال بیشینه بشه دیگه. ولی ببین ممکنه تابع خوش تعریفی نشه. خب این که مثلا ما هی مشتق میگیریم راحت الان مساوی 0 قرار میدیم جواب داره،
توی کاربردهای واقعی معمولا نمیتونی اون معادله رو حل کنی، یعنی مساوی صفر قرار میدی مشتق رو نمیتونی حلش کنی. یه سری روش‌های بهینه‌سازی وجود داره، با روش‌های عددی سعی میکنن بهینه‌اش کنن. اصلا تو ماشین لرنینگ تقریبا همیشه همینطوره. شما با استفاده از روش‌های عددی میای لایکلیهود رو مکسیمایز میکنی، نمیتونی به صورت تحلیلی حلش کنی. این مثالایی که ما میزنیم چون ساده است این اتفاق میفته. خب توضیح پواسون رو با هم ببینیم. دیگه من جزئیات در واقع نوشتار رو نمی نویسم. اینجام دوباره از من لامدا هت رو میخواد، در واقع لامدا هت مکسیموم لایکلیهود رو میخواد. خب میدونیم لامدا هت مکسیموم لایکلیهود طبق چیزایی که نوشتیم میشود آرک مکس روی لامدا حاصل جمع آی از 1 تا n لگاریتم توزیع احتمالا، یعنی ای به توان منهای لامدا، لامدا به توان اکس آی تقسیم بر اکس آی فاکتوریل. دیگه من لایکلیهود رو یه ضرب نوشتم دیگه، این همون ال لامداست. خب اینو یه ذره سادهش کنیم، میشود آرک مکس روی لامدا حاصل جمع آی از 1 تا n لگاریتم این که میشه منفی لامدا به علاوه اکس آی ضرب در لگاریتم لامدا منهای لگاریتم اکس آی فاکتوریل، کل این داخل حاصل جمع. خب از اون عبارته من باید نسبت به لامدا مشتق بگیرم، یعنی ال لامدا رو نسبت به لامدا باید مشتق بگیرم، مساوی صفر قرار بدم. مشتقم چی میشه؟ میشه حاصل جمع آی از 1 تا n، مشتق منفی لامدا میشه منفی 1. مشتق این ترم دوم میشود اکس آی تقسیم بر لامدا، مشتق ترم سوم چی میشه؟ صفر میشه. اینو باید مساوی صفر قرار بدیم. از اینجا لامدا به دست میاد 1 انوم حاصل جمع آی از 1 تا n اکس آی. قابل حدس هم بود. پارامتر توزیع پواسون میانگینش بود و ما میتونستیم حدس بزنیم که مکسیموم لایکلیهودش هم بشود در واقع سمپل مین. خب بریم حالا سراغ یه توزیعی که 2 تا پارامتر داره. میخوام هر 2 تا پارامتر رو، اینجا توزیع نرماله که یه پارامتر سیگما داره یه پارامتر میو، میخوام هر 2 تا پارامتر رو مکسیموم لایکلیهودش رو به دست بیارم، یعنی سیگما هت مکسیموم لایکلیهود میخوام ببینم چی میشه و میو هت مکسیموم لایکلیهود میخوام ببینم چی میشه. خب بچه‌ها اینجا اینم ببینیم، گاهی وقتا پارامترها رو به این شکل نمایش میدن، یعنی می نویسن در واقع خود توزیع احتمال متغیر تصادفیمون یه دونه خط عمودی مثل توزیع شرطی می نویسن و اینجا پارامترامون رو میذارن. اینم یه نحوهیه که ممکنه ببینید، ولی معمولا اینجوریه که توی روش مکسیموم لایکلیهود درست ترش اینه که به جای این خطه همون سمیکالن رو بذاریم، چون ما معمولا زمانی از این خط شرطی استفاده میکنیم که اون طرف شرط هم متغیر تصادفی باشه. یعنی مثلا ما میگیم توزیع احتمال x به شرط y که y هم یه متغیر تصادفیه، ولی اینجا که میو و تتا متغیر تصادفی نیستن، که اینا پارامترن. البته اگه خاطرتون باشه یه جا قبلا بهتون گفتم تو دیدگاه بیزیان پارامترهای توزیع رو هم متغیر تصادفی میگیرن که حالا ما فعلا با اون کاری نداریم. خب بیایم اینجا دوباره تابع لایکلیهود رو تشکیل بدیم. تابع لایکلیهود در واقع هست لوگ لایکلیهود هست لگاریتم پی دی که اگر بنویسیدش می شود آی از 1 تا n لگاریتم اف اکس اکس آی
با پارامترهای میو و سیگما که اینو جایگذاری بکنید. می شود حاصل جمع آی از 1 تا n. از این عبارت بالا لگاریتم بگیرید. چی میشه؟ می شود منفی لگاریتم 2p منهای لگاریتم سیگما منهای xi منهای میو به توان 2 تقسیم بر 2 سیگما 2. کل این داخل حاصل جمعه. حالا من تابع لوگ لایکلیهود رو به دست آوردم. حالا من میخوام میو و سیگما رو به دست بیارم. یه بار باید نسبت به میو مشتق بگیرید مساوی 0 قرار بدید. یه بار نسبت به سیگما باید مشتق بگیرید مساوی 0 قرار بدید. خب این کار رو میکنی؟ در واقع دیه. این لاگ لایکلیهودم رو که تابع، اینجا دیگه لاگ لایکلیهودم تابعی از میو و سیگماست. این رو نسبت به، حالا اینجا بهتر به جای دی روند بذارم، نسبت به میو مشتق میگیرم مساوی 0 قرار میدم تا میوم به دست بیاد. خب از این نسبت به میو مشتق بگیریم میشود حاصل جمع که سر جاشه، مشتق این اولی 0 میشه، مشتق این دومی هم 0 میشه، نسبت به میو مشتق این سومی اون دوه با این دو مخرج ساده میشه، میشود xi منهای میو تقسیم بر سیگما 2 مساوی 0. خب طرفین رو ضرب در سیگما 2 کنید. این سیگما 2 اینور میره اونورم 0 باقی میمونه. عملاً میو شما به دست میاد 1 انوم حاصل جمع آی از 1 تا n xi. این میشود میو. حالا یه بار دیگه از این عبارت بالا لوگ لایکلیهودم نسبت به سیگما مشتق میگیرم. حاصل جمع که سر جاشه، مشتق این اولی 0 میشه، مشتق این دومی میشه منفی 1 بر روی سیگما، مشتق اون آخری در واقع هست سیگما به توان منفی 2. یه منفی 2 میاد پشتش که میشه مثبت، با 2 ساده میشه سیگما به توان 3 xi منهای میو به توان 2 میشه این. خب اینو باید مساوی 0 قرار بدم. طرفین رو اینجا ضرب در سیگما به توان 3 کنید که از شر این مخرج راحت شین. میشه آی از 1 تا n. اولی ضرب در سیگما 3 بشه میشه منفی سیگما به توان 2 به علاوه xi منهای میو به توان 2. این کلش داخل حاصل جمع. این باید مساوی 0 بشه که اگر اینو ساده سازیاشو انجام بدید سیگما 2 تون به دست میاد 1 انوم حاصل جمع آی از 1 تا n xi منهای میو به توان 2 که به جای این میوه قاعدتا باید این میویی که این بالا به دست آوردیم رو قرار بدیم. یعنی به جای این میوه دو معادل دو مجهول دیگه، 2 تا مشتق گرفتم، از مشتق اولی میو به دست اومد، تو دومی باید جایگذاری کنید. این در واقع می شود سیگما حت مکسیموم لایکلیهود. خب میوه که قابل حدس بود شد همون سمپل مین. تخمینمون از واریانس هم تقریبا قابل حدس بود، ولی تخمینگر واریانس بچه‌ها بایاست شد. اگه خاطرتون باشه گفتیم تخمینگر آن بایاست برای واریانس تو مخرجش بود 1 n منهای 1، مخرجش n منهای 1 بود. بنابراین لزوماً تخمینگر مکسیموم لایکلیهود یک تخمینگر آن بایاست نیست. ممکنه تخمینگرش بایاست باشه. خب این یکی بچه‌ها یه ذره علیرغم اینکه توضیح احتمالش ساده است یه ذره عجیب غریب میشه. توضیح یک نواخت رو به من داده. خب ما میدونیم توضیح یک نواخت رابطه‌اش این شکلیه دیگه.
اگر x تو بازه آلفا تا بتا میتونه باشه، احتمال میشه 1 تقسیم بر طول بازه که بتا منهای آلفاست. خب اینجا از من میخواد آلفا حت مکسیموم لایکلیهود رو پیدا کنم و بتا حت مکسیموم لایکلیهود. توزیع یونیفرم 2 تا پارامتر داره، ابتدای بازه و انتهای بازه. میخوام این دوتا رو به دست بیارم. قبل از اینکه حل کنم، اگر به شما n تا نمونه داده بشه از توزیع یونیفرم و من به شما بگم که اینا از توزیع یونیفرم اومدن، ابتدای بازه و انتهای بازه رو تعیین کنید، شما چیکار میکنید؟ آلفا رو میگیرید کوچیکترینه، بتا رو میگیرید بزرگترینه. خب بیاید مکسیموم لایکلیهود بزنیم ببینیم چی میشه. این در واقع دیتا ستیه که به ما دادن. خب دیدیم که در واقع لاگ لایکلیهود که اینجا قاعدتا تابعی از آلفا و بتا می شود، در واقع همون لگاریتم پی دیه. لگاریتم پی دی رو اگر بنویسید می شود حاصل جمع آی از 1 تا n لگاریتم f x xi به ازای اون پارامترهای آلفا و بتا. خب این جایگذاری رو انجام بدید، به جای f(x) این عبارت رو قرار بدید، می شود حاصل جمع i از 1 تا n لوگ 1 تقسیم بر بتا منهای آلفا. خب بچه به این اصلا i نداره توش. خب این در واقع می شود n تا می شود n تا ضرب در لگاریتم 1 منهای بتای منهای آلفا. حالا برای اینکه ساده ترش کنم میتونم اینجوری بنویسم دیگه، منفی n لگاریتم بتای منهای آلفا. خب این الان لوگ لایکلیهودمه، نسبت به آلفا ازش مشتق میگیرم. پس روند این ال آلفا و بتا رو نسبت به آلفا ازش مشتق میگیرم. نسبت به آلفا از این مشتق بگیرید چی میشه؟ یه منفی میاد با این منفی ساده میشه، n که سر جاشه میشه بتا منهای آلفا. اینو باید مساوی چند قرار بدم؟ 0. یه بار تو درس ماشین لرنینگ یه چیز شبیه این داده بودم، یکی نوشته بود n مساوی 0، تعداد سمپل ها رو زده بود 0. خب اینو نمیشه مساوی 0 قرار داد، یعنی هیچ وقت 0 نمیشه. خب چی؟ بتا رو الان نسبت به آلفا مشتق گرفتم خب اون در واقع شاید اونم درست نباشه. بذارید یه مقدار ببینیم چی کار میشه که خب این قاعدتا مساوی 0 که نمیشه، پس من مساوی 0 رو برمیدارم. بتا که قبول دارید از آلفا بزرگتره، بتا انتهای بازه بود، آلفا ابتدای بازه. n هم که مثبته، تعداد سمپلاست، پس این استریکتلی بزرگتر از 0. پس ببینید من الان نسبت به آلفا مشتق گرفتم، شد مثبت. اگه مشتق یه تابعی مثبت بشه یعنی اون تابع صعودیه دیگه، پس این LL یا لوگ لایکلیهود نسبت به آلفا اکیداً صعودیه. خب من میخوام LL رو مکسیمایز کنم دیگه، گفتیم تو مکسیموم لایکلیهود ما LL رو میخوایم مکسیمایز کنیم. LL هم که نسبت به آلفا چیه؟ صعودیه. پس آلفا رو تا میتونم باید چیکار کنم؟ باید بزرگش کنم. منتها یه چیزی دستمو میبنده، این شرطی که اینجاست، این تیکش میگه آلفا باید از همه ایکس آی ها کوچیک‌تر باشه. پس ببینید من آلفا رو تا اونجا که میتونم بزرگ میکنم، ولی باید حواسم به این شرطه باشه، آلفا نمیتونه از یه ایکس آی رد بشه. پس بزرگترین آلفایی که میتونم بگیرم چیه؟ احسن. پس این نتیجه میدهد آلفا حت مکسیموم لایکلیهود هست مینیموم x1
تا xn و این همون حدسی بود که خودتونم اولش زدید. گفتید که اگر میخوایم آلفا رو به دست بیاریم کوچکترین xi آلفا باشه. خب بیاید همین کار رو راجع به بتا هم انجام بدیم. روند ال آلفا و بتا این دفعه نسبت به بتا مشتق میگیرم. از این رابطه نسبت به بتا مشتق بگیرید میشود منفی n تقسیم بر بتا منهای آلفا که این اکیداً منفیه. خب پس در واقع تابع لوگ لایکلیهود هم نسبت به بتا نزولیه، پس بتا رو تا میتونم باید کوچیکش کنم. ولی اون قیدی که اون بالا هست، این قید میگه باید بتا از همه ایکس آی ها بزرگتر باشه. پس کوچکترین بتایی که من میتونم بگیرم بزرگترین ایکس آیه. خب پس این عملا نتیجه میدهد بتاحت مکسیموم لایکلیهود هست بزرگترین ایکس آی. خب راجع به این سوال سوالی هست؟ بسیار. این مثال رو هم به زحمت خودتون حل کنید. اینجا دوباره 2 تا پارامتر داریم، یه تتا 1 داریم، یه تتا 2. شما تابع لوگ لایکلیهود رو تشکیل بدید، یه بار نسبت به تتا 1 مشتق بگیرید، مساوی 0 قرار بدید، یه بار نسبت به تتا 2. یکی از اینها فکر کنم تتا 2 مشتقش 0 نمیشه، مثل همین حالتی که برای توزیع یونیفرم حل کردیم که قاعدتا باید شبیه همین حرکتی که رو توزیع یونیفرم انجام دادیم هم شما روی تتا 2 انجام بدید. واضحه چی میشه دیگه، چون تتا 2 کوچکتر از x قاعدتا تتا 2 احتمالاً باید بشه مینیموم x آی ها، باید جوابش همچین چیزی بشه. خب بریم سراغ مبحث بعدیمون تحت عنوان کانفیدنس اینتروال یا بازه اطمینان. ببینید ما تا الان که راجع به تخمین صحبت کردیم در واقع تخمین نقطه‌ای رو به شما معرفی کردیم. یعنی مثلا توزیع احتمالمون یه پارامتر تتا داشت، تتا رو دقیق به دست می آوردیم، میگفتیم که مثلا تتامون میشود یه عدد خاص. اما گاهی وقتا من دلم میخواد که راجع به یه پارامتر توزیع یه بازه رو، یه پارامتر تتایی دارم، دلم میخواد یه بازه رو در واقع گزارش کنم که بگم با احتمال زیاد پارامتر تتام داخل اون بازه میفته. ببینید مثلا توی این مثال، توی این شکلی که اینجا میبینید، اینجا دوباره شرایط مثل قبله ها، یعنی به من یه مجموعه از داده های آیایدی دادن x1 x2 تا xn. اینجا از من دیگه یه بازه میخوان، میگن که پارامتر این توزیع، فرض کنید به من گفتن که این در واقع x1 تا xn از یه توزیع احتمال مثلا fx با پارامتر تتا اومدن به صورت آیایدی و اینجا من اینو میخوان، میگن تتا بگو داخل چه بازه‌ایه، مثلا یه بازه آ تا ب به من بده، ولی مثلا بگو که من مطمئنم با احتمال 95% مثلا تتای من داخل این بازه است، با احتمال مثلا 99% تتای من داخل این بازه است. پس ما توی در واقع کانفیدنس اینتروال دنبال یه بازه ایم دیگه، یه پوینت استیمیت نمی کنیم، یه نقطه رو گزارش نمی کنیم، یه بازه گزارش می کنیم. مثلا فرض کنید بر اساس اون سمپل هایی که به شما میدن، مثلا اگر یه سمپلی رو بهتون بدن، فرض کنید اون بازه بشه این بازه، این هم تتای واقعیه که ما مقدار واقعیش رو هیچ وقت نداریم. اما فرض کنید یه سمپل دیگه بهتون بدن، یعنی این x1 تا xn یه سمپل دیگه ایش رو بهتون بدن، فرض کنید بازه میشه این، یه دفعه دیگه بازه میشه این.
اگه دقت کنید توی این بازه های مختلف مثلا میبینید حالا اینجا مثلا اگه 10 تا بازه است 9 تا از این 10 تا واقعا تتا رو شامل میشن به جز یه دونش. این یه دونه تتا داخلش نیفتاده، ولی تتای واقعی توی مثلا اون 9 تای دیگه افتاده. پس مثلا میگم اینجا انگار من بازه‌ای رو به دست آوردم که سطح اطمینانش مثلا 90%. 10 تا حالت مختلف، فقط یه حالتش تتا توش نیفتاده. پس در واقع ما دنبال یه بازه‌ای هستیم، بازه آتابه که با پروبابیلیتی 1 منهای آلفا مثلا میخوایم تتا داخل اون بازه بیفته. خب من یه بار دیگه پس اینجا می نویسم در واقع x1 تا xn رو به صورت IID از توزیع احتمال fx با پارامتر تتا به هم دادن و من دنبال یه بازه‌ای ام که بگم این تتا داخل این بازه آتابه است، به طوری که پروبابیلیتی این که واقعا تتا تو بازه آتابه باشد، پروبابیلیتی این دلم میخواد باشد 1 منهای آلفا. به این بازه، یعنی بازه آتابه، میگن بازه اطمینان. به این آلفا یا 1 منهای آلفا میگن سطح اطمینان یا کانفیدنس لول. اینا میگن کانفیدنس اینتروال. مثلا اگه آلفا باشه 1/100، من دنبال یه بازه‌ای ام که با احتمال 99% تتای واقعی من داخل اون بازه باشه. مثلا فرض کنید که به ما میگن که میانگین مثلا قد زنان ایرانی چقدره. خب اگر من واقعا، یعنی در واقع چیزی که از من میخوان میوه، میانگین جامعه، اگر من واقعا میو رو بخوام به دست بیارم باید برم قد همه زنای ایرانی رو اندازه گیری کنم. مثلا اگر چه میدونم 40 میلیون زن ایرانی داریم، هر 40 میلیون رو برم قداشون رو اندازه بگیرم، متوسطش رو حساب کنم، این میوه دقیق به دست میاد. خب قاعدتا نمیشه این کارو کرد دیگه. یه کار دیگه چیه؟ اینه که من برم یه سامپل بگیرم، مثلا به صورت تصادفی 1000 تا زن رو برم انتخاب کنم، قد اونا رو اندازه بگیرم، میانگینش رو حساب کنم، یعنی اکس بار رو حساب کنم، بعد بر اساس اکس بار یه دونه بازه بدم. مثلا بگم که با احتمال 99% مثلا قد زنای ایرانی بین مثلا 155 تا مثلا 165 میانگینش مثلا تو این بازه است. اما چجوری این کارو میکنن؟ بیایید با یه مثال نسبتا شهودی بریم جلو. خب هممون میدونیم که از قضیه در واقع CLT میدونیم که X بار توزیعش در واقع توزیع نرماله با میانگین میو و واریانس سیگما 2 NO. حالا فرض کنید شما رفتید یه سمپل انتایی رو گرفتین، میانگینش رو حساب کردید، یعنی X باره رو حساب کردید. خب X بار توزیعش نرماله دیگه. من میخوام یه بازه‌ای رو پیدا کنم، هدفم اینه، میخوام یه بازه‌ای رو برای میو پیدا کنم که احتمال اینکه میو داخل این بازه باشه مثلا باشه 95%. الان میخوام یه بازه اطمینان 95% پیدا کنم. در واقع اینجا آلفا 5%. خب این کارو میکنیم. برای اینکه این بازه رو به دست بیاریم این کارو میکنیم. اینو قبول دارید که پروبابیلیتی این که اکس بار میانگین واقعیش میانگینش چیه؟ میوه دیگه. اگر من
در واقع بیفتم داخل دو فاصله، در واقع بیفتم حول میانگین توی بازه 2 برابر انحراف معیار. انحراف معیار اکس بار هست جذر این عبارت، یعنی سیگما تقسیم بر رادیکال n. پس اینجا میذارم 2 برابر سیگما تقسیم بر رادیکال n میو به علاوه 2 تا سیگما تقسیم بر رادیکال n. این پروبابیلیتی قبلا صحبت کردیم، این میشود حدوداً 95 صدم. قبلا گفتیم که توی توزیع نرمال این که شما بیفتین تو بازه 2 برابر انحراف معیار حول میانگین احتمالش 95 صدمه. خب منم اینجا کاری نکردم، گفتم اکس بار میانگینش میوه، انحراف معیارش هست سیگما رادیکال n، یه 2 هم ضرب کردم تو انحراف معیارش. اینو من میدونم احتمالش 95 صدمه. حالا من بازه اطمینان برای اکس بار نمیخوام، من بازه اطمینان برای میو میخوام. کافیه یه ذره اینجا جابجایی انجام بدم دیگه. الان طرفین این در واقع نامساوی رو، این پروبابیلیتی در واقع مساویه با طرفین رو در یه منفی ضرب کنید و میو رو از 3 طرف کم کنید. در واقع اینجوری میشه، این طرف میشه منفی 2 سیگما رادیکال n، وسط میشود اکس بار، نه آره میشود میو منهای اکس بار تقسیم بر این ورم میشود 2 سیگما تقسیم بر رادیکال n که این همون 95 صدم. کاری نکردم، 3 طرف این عبارت رو در یه منفی ضرب کردم، نامساوی جابجا شد، بعد میو رو با 3 طرف جمع کردم، به این عبارت رسیدم. حالا طرفین رو یه دونه اکس بار در واقع بهش اضافه کنید، می شود پروبابیلیتی اکس بار منهای 2 سیگما تقسیم بر رادیکال n میو، این ورم می شود اکس بار به علاوه 2 سیگما تقسیم بر رادیکال n. خب دیگه الان یه بازه اطمینان به دست آوردم برای میو. نگاه کنید چی داره میگه. میگه که اگر به شما واریانس جامعه رو بدهند، اگر فرض کنید واریانس رو داشته باشیم، اینو داشته باشیم، یه سمپل انتایی شما برید بگیرید، خب میانگین این سمپل انتایی رو حساب میکنید، n هم که دارید تو این رابطه قرار میدید، یه بازه بهتون میده با احتمال 95% اون میو شما، میو جامعه که واقعا نداریمش، هیچ وقت هم نمیفهمیم دقیقاً چه عددیه، اون میوه میدونیم با احتمال 95% داخل این بازه قرار داره. واریانس جامعه است. همین الان یه خورده به نظر مسخره میاد، ما فرض کردیم میانگین جامعه رو نداریم ولی واریانسش رو داریم. حالا فعلا اینو بپذیرید خب که ما واریانس جامعه رو داریم، میانگین رو نداریم. اینم بعداً یه راه حلی براش پیدا میکنیم. یه خورده قضیه پیچیده تر میشه. ما الان صرف کلاً تو ادامه در واقع این جلسه من فقط راجع به بازه اطمینان برای میانگین فقط میخوام حرف بزنم، نه راجع به واریانس. خب اون یه خورده قضیهش فرق داره. خب حالا من چیزایی که اینجا نوشته رو خودم می نویسم. ببینید پس به صورت کلی من الان میخوام برای میانگین جامعه فرض میکنم واریانس رو دارم، پس چیزی که ندارم میانگین جامعه است، واریانس جامعه رو فرض میکنم دارم، این در واقع نونه. بعد میخوام یک بازه‌ای رو پیدا کنم، هدفم اینه، میخوام یه بازه‌ای رو پیدا کنم. چیزی هم که به من میدن یه سری سمپل x1 تا xn رو به من میدن که آیایدی هم هستن.
من میخوام یه بازه‌ای رو پیدا کنم که بگم x منهای a و x بار به علاوه a با احتمال 1 منهای آلفا این برقرار باشد. این رابطه رو یه دقیقه توجه کنید چی داره میگه. میگه که ببین من میخوام یه بازه اطمینان برای میو به دست بیارم. این بازه اطمینانه اینجوریه، مثلا اگه این محور اعداد باشه من x بار رو حساب میکنم، فرض کنید x بار میشود اینجا. خب یه بازه حول x بار میگیرم، یعنی مثلا x بار منهای a تا x بار به علاوه a. من میخوام با احتمال 1 منهای آلفا میو بیفته داخل این بازه، مثلا میو بیفته اینجا. خب بازه حول x باره، ولی میخوام این بازه، یعنی اون چیزی که میخوام الان پیدا کنم اون a است. این a رو چقدر در واقع بزرگ بگیرم که با احتمال 1 منهای آلفا، مثلا اگه آلفا باشه 1/100 با احتمال 99% میو واقعی بیفته داخل این بازه. خب الان اینو میخوایم به دست بیاریم. در واقع میخوام A رو به دست بیارم. الان هدفم اینه که این A رو به دست بیارم، چون X بار که مشخصه و فقط A باقی میمونه که تعیین بشه. خب پروبابیلیتی این که X بار منهای A میو بیفته داخل این بازه. خب طرفین رو منهای X بار کنید، این میشود پروبابیلیتی منفی A میو منهای X بار، این ورم میشود A. طرفین رو منهای میو کنید، الان میشود پروبابیلیتی منفی میو منهای A X بار منفی میو به اضافه A. سه طرف رو توی منفی ضرب کنید، حالا در واقع جهت نامساوی ها عوض میشه دیگه. اون آخری میاد اول، میشود میو منهای A اینجا یه منفی من جا انداخته بودم، اینجا میشود X بار و میو به علاوه A. من چرا نباید چیز میکردم؟ نه اینجا بچه سه طرف رو توی یه منفی ضرب کنید، میشود دوباره منهای A X بار منهای میو، این ورم میشود A. بعد حالا طرفین رو تقسیم بر انحراف معیار X بار کنید، میشود پروبابیلیتی این ور میشه منفی A تقسیم بر در واقع من میدونم X بار طبق قضیه حد مرکزی یه توزیع نرمال با میانگین میو و واریانس سیگما 2 انومه. پس واریانس انحراف معیارش میشه جذر این عبارت. جذر این عبارت میشه سیگما تقسیم بر رادیکال n X بار منهای میو سیگما تقسیم بر رادیکال n A تقسیم بر سیگما تقسیم بر رادیکال n. درسته؟ بچه اینو قبول دارید توضیحش این متغیر تصادفیه الان توضیحش میشه نرمال استاندارد. چرا؟ چون X بار نرمال بود، منهای میانگینش کردم تقسیم بر انحراف معیار. پس بنابراین اگر اینو من با Z بزرگ نشون بدم، این رو با Z کوچیک نشون میدم، این A تقسیم بر سیگما رادیکال انومو با Z کوچیک نشون میدم. در واقع این میشود پروبابیلیتی Z کوچیک Z بزرگ Z منفی Z کوچیک میشود این، که این در واقع میشود CDF توزیع نرمال
در نقطه Z منهای CDF نرمال استاندارد در نقطه منفی Z. فی منفی Z هست 1 منهای فی Z که جایگذاری کنید می شود 2 تا فی Z منهای 1. خب من الان این پروبابیلیتی رو به دست آوردم. نگاه کنید از چی شروع کردم. از این شروع کردم، در واقع رسیدم به اون عبارت پایین. دلم میخواد، من میخواستم کانفیدنس لولم باشه 1 منهای آلفا، یعنی میخوام این احتماله که شد این دلم میخواد بشود 1 منهای آلفا، یعنی میخوام با احتمال 1 منهای آلفا اون اتفاق بیفته که از اینجا فی زد به دست میاد. این میشود 2 طرفین تقسیم 2 میکنیم، میشود 1 منهای آلفا دوم. خب ببینید بچه ها، الان من این زده رو میخوام به دست بیارم. کافیه که شما برید توی جدول نرمال استاندارد آلفا رو بهتون میدن، مثلا آلفا رو بهتون میدن 500، 1 منهای آلفا دوم یه عددی میشه دیگه. میرید توی جدول نرمال استاندارد نگاه میکنید کجا میرسید به همین عدد 1 منهای آلفا دوم، اون زدش رو به دست میارید. اون زده رو من اسمشو میذارم زد، یه نوتیشن دیگه، یعنی زدی که توی این معادله صدق میکنه رو اسمشو میذارم زد 1 منهای آلفا دوم. خب اینو میرید از توی جدول به دست میارید. خب ببینید این زد 1 منهای آلفا دوم همین عبارتیه که اینجا بود دیگه. من این زد کوچیکه رو، این زدی که اینجا داخل این فیه قرار داره همون زد کوچیکه است، من دنبال آ بودم، پس در واقع این عبارت رو مساوی زد 1 منهای آلفا دوم قرار میدم. پس از اینجا آ به دست میاد سیگما رادیکال ان زد 1 منهای آلفا دوم. تموم شد دیگه. من دنبال بازه‌ای بودم که با احتمال 1 منهای آلفا میانگینم تو اون بازه بیفته. اون بازه چی شد؟ عددش این به دست اومد. آلفا رو که بهتون میدن، از تو جدول میرید زد 1 منهای آلفا دوم به دست میارید. واریانس جامعه رو هم که گفتم فرض کنید داریم، n هم که تعداد سمپلاتونه، تو این رابطه قرار میدید، آ به دست میاد. بعد بازتون چی میشه؟ اون بازه‌ای که با احتمال 1 منهای آلفا میو توشه در واقع میشود x بار منهای این آ، یعنی سیگما رادیکال انوم زد 1 منهای آلفا دوم تا x بار به علاوه همین عبارت. این میشود اون بازه اطمینانتون. چیزی که ما نیاز داریم همین کادر آخریه که کشیدم. این شکلی هم که اینجا میبینید همون در واقع توضیحاتیه که توی اسلاید قبلی دادم. یه مثالش رو با هم ببینیم. در واقع مثلا فرض کنید میخوام باز اطمینان میانگین رو با واریانس معلوم پیدا کنم. آلفا رو به من داده 500، یعنی میگه برو یه باز اطمینانی به من بده برای میانگین جامعه که با احتمال 95% میو واقعی داخل اون بازه باشه. خب آلفا در واقع آلفا رو داده 500، پس در نتیجه 1 منهای آلفا دوم میشه چقدر؟ آلفا دوم میشه 25000، 1 منهای آلفا دوم میشود 975000. بنابراین شما باید برید از جدول در واقع توزیع نرمال ببینید کجا میشود 975000، اون زدی که یا اون نقطه‌ای که این میشود 975000 پیدا میکنید که میشه 1/96. این 1/96 همون زد 1 منهای آلفا دومه. حالا بازتون چی میشه؟ در واقع اون باز اطمینانتون میشود x بار منهای سیگما رادیکال n ضرب در زد 1 منهای آلفا دوم که اینجا شده 1/96. این یه سمت بازه است، اون سمت بازه هم میشود همین به اضافه
1/96. این در واقع این بازه رو شما اگر پیدا کنید که پیدا کردنش هم کاری نداره دیگه، یه سمپلی بهتون میدن، اکس بارش رو حساب میکنید، واریانس هم که گفتیم فرض کنید داریم، یه رادیکال n هم اینجا داریم. این همین چیزی بود که تو اسلاید قبلی من نوشتم. خب یه مثال رو با هم ببینیم. میگه که فرض کنید یه کارخونه ای داری که مثلا یه قطعه رو تولید میکنه که طول اون قطعه میگه فرض کنید انحراف معیارش 4 میلیمتر باشه. بعد میگه یه نمونه سی تایی انتخاب میکنی. توجه کنید اینجا n عددش از سی بزرگتر مساویه، بنابراین میتونیم از قضیه حد مرکزی و همون حرفایی که تو اسلایدهای قبلی زدیم استفاده کنیم. میگه یه نمونه سی تایی رفتیم گرفتیم از این قطعه ها، میانگین این قطعه ها شده 101. حالا میگه یه بازه اطمینان 80% برای میانگین واقعی به دست بیاری. میانگین واقعی مثلا قطعاتی که تو این کارخونه تولید میشه. پس در واقع اکس بار رو به من داده 101 میلیمتر، انحراف معیار رو که داده 4 میلیمتر، n که سامپل سایز میشه داده 30. آلفا بچه ها چقدره؟ 0.2، یعنی گفته که من میخوام یک منهای آلفا میخوام بشه 0.8، پس آلفای من میشود 0.2. من باید برم از تو جدول زد یک منهای آلفا دوم رو حساب کنم. خب یک منهای آلفا دوم میشود چقدر؟ 0.9. پس باید برم از تو جدول زد 0.9 رو حساب کنم. بعد ببینم زد 0.9 چی میشه. میرید داخل جدول زد 0.9 رو پیدا میکنید. خب بریم داخل جدول. اولین جایی که میرسید به 0.9 یعنی نزدیکترین جایی که 0.9، ببینید اینجا از 0.9 رد میشه توزیع در واقع نرمال استاندارد، ولی عدد قبلیه به 0.9 نزدیکتره. اون یکی 15 صدم از 15,000 10,000 از 0.9 رد شده، این یکی نزدیکتره، بنابراین ما اینو انتخاب میکنیم. اینجا عددش چنده بچه ها؟ چه زدی این شده؟ اینجا 1.2، اینجا هم 8 صدمه، پس میشه 1/28. برمیگردم اسلاید قبلی. پس زد 0.9 شد 1/28. خب حالا باز اطمینان هم به دست میارم دیگه. باز اطمینان چی بود؟ در واقع میو بود اکس بار منهای سیگما رادیکال n ضرب در زد یک منهای آلفا دوم اکس بار به علاوه سیگما رادیکال n زد یک منهای آلفا دوم. خب جایگذاریاشو اگر انجام بدید، اکس بار رو که داده 101، منهای سیگما رو داده 4، رادیکال n می شود رادیکال c، اونم که شد 1/28. یه بارم همین به اضافه 4 1/28. بچه‌ها این بازه‌ایه که شما میتونید با احتمال 80% خیالتون راحت باشه که میانگین واقعی داخل این افتاده. که مثلا اگه اون حساب کتابش رو انجام بدید، در واقع باز اطمینانتون یه همچین چیزی میشه، بین مثلا 100/700 تا 101/93. خب اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که برای این جلسه خسته نباشید. بفرمایید. ببین اینجا بیشتر صرفا این بازه استفاده میشه برای گزارش دادن، یعنی قرار نیست یه استفاده بعدی توی فرمولامون ازش بکنیم. صرفا میگیم که آقا ما یه بازه ای دادیم، مثلا میگیم که میانگین مثلا قد مثلا زنای ایرانی با احتمال 99% تو این بازه است و قرار نیست از این بازه یه استفاده دیگه بکنیم، حالا یه عدد تصادفی برداریم، میتونیم مثلا وسطش رو برداریم. اگه واقعا یه نقطه بخوایم،
به نظر میاد منطقیش اینه که وسطش رو برداریم، وسطش ولی میشود خود x بار، چون کانفیدنس اینتروالمون وسطش x بار بود دیگه، به اندازه منفی a سمت چپ مثبت a سمت راست. خواهش میکنم. خب خسته نباش.